سلام. جونم واسهتون بگه که یه مدت بود گرم موشکافی شیخ پری شده بودیم، علیگدا از دستمون در رفته بود. نگو مقام عظمای مارمولک تو این مدت بیکار نبوده و داشته خورجین نظامو زیر و رو میکرده تا یه قوری شکسته‌ای، یه دمپایی کهنه‌ای، چیزی از توش در بیاره. حالا ببینید چی پیدا کرده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در آستانه آغاز دوره جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور حکمی بر مدیریت راهبردی چالش‌های حوزه فرهنگ، مهار تهدیدها و آسیب‌ها و مواجهه هوشمندانه با ستیزگران به عنوان تکالیف اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین 7 اولویت کاری شورای عالی انقلاب فرهنگی را مشخص کرد. ولی فقی نگو، کرم خاکی بگو. خوراکش نبش قبره. یه جنازه 7 کفن پوسونده‌ای به نام شورای عالی فرهنگی رو از زیر خاک کشیده بیرون تا به خیال خودش تو این وضعیت پتال منطقه‌ای باهاش زهر چشم بگیره و سپر ضد فتنه واسه خودش درست کنه. دردش درد ستیزگران با ولایت و جبهه معارضان عنود و عمود خیمه ولایته. با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج از کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند. تو اوضاع و احوالی که لوله کشی روک‌ها را زیر کار ولایت به نشتی افتاده و دلبستگان ولایت همینجوری شور دارن میریزن، آقا دنبال دلگرم کردن دلواپس هاست. ببینین حاجی منگل چی داره میگه. از یه طرف دیگه مشکلات فرهنگی در ذهنیت مدیران جامعه، علل خصوص مدیران ارشد هست که به واسطه یه نوع تحصیلات خاصی که دارن تلقی جامعی از مفهوم فرهنگ ندارن. این بی‌توجهی ها موجب میشه که شما هر جا الان تو خیابونا نگاه کنید که انما یه شعبه از لندنیم اینجا. یه مسئله دیگه که تو حوزه فرهنگ هست این که آدم‌ها دفعه اول چیه پدیده تلخ فرهنگی رو میبینن، حساسیت پیدا میکنن، عصبانی میشن. دفعه دوم کمتر عصبانی میشن، چند بار که میبینن براشون عادی میشه. جهنه این میاد جزو فرهنگ ما. و به همین دلیل حساسیت ها ریخته میشه، حساسیت مدیران ریخته میشه. این احساس اینکه ما تو فرهنگ کار نداریم همون موجب میشه که حضرت آقا گله‌مند باشن که اعضای شورای انقلاب فرهنگی با فکر وارد جلسه بشن و اینا همش معنی داره. بله، ولی فقیه گردن شکسته تو یه چنین وضعیتی رفته سراغ اجناس بنجل سرکوبش تا یه فکری به حال دردای بیدرمونش بکنه. فکر کرده با این نشکشی ها میتونه حریف جوونا و دانشجوها بشه. ولی فقیه بدبخت گردنت لای قیچیه. اینو من نمیگم، ورق پاره‌های خودت میگن. بفرما نگاه کن. موضوع حقوق بشر و مقوله مبارزه با تروریسم در حالی اکنون در بلبشوی تحولات منطقه بالا گرفته است که به موازات آن موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 نیز در خطوط خبری و تحلیلی رسانه‌های بیگانه و غربی برجسته شده است. اهرم حقوق بشری غرب و ادعای مبارزه با تروریسم ناظر بر مبارزه با داعش به مثابه دو لبه یک قیچی عمل می کند. حالا میشه درست حسابی فهمید که ولی فقیه از چی میترسه و واسه چی به هر خس و خاشاکی آویزون شده. چارت نمیشه علی گدا، چارت نمیشه. ببین موشکاف کی گفت. موشکاف